عنوان یه برنامه نویس یا هر کسی دیگه‌ای که با اینترنت و کامپیوتر سر و کار داره، این خیلی بده اگه ندونید که اینترنت چجوری داره کار میکنه. و خب تو این ویدیو قصد داریم که با یه داستان خیلی کوتاه یه کلیتی از این که اینترنت چجوری داره کار میکنه داشته باشیم. و خب اون داستان اینه که ما خواهیم بفهمیم وقتی ما مرورگرم رو باز میکنیم و تایپ میکنیم google.com چه اتفاقاتی میفته که این صفحه به ما نشون داده میشه. VPN اونم آپدیت میشه این وسط مثلا. خب میخوایم ببینیم که چی میشه که این صفحه واسه ما بالا میادش. خب فرض کنید که این ماییم، این کامپیوتر ماست و ما هم پشتش نشستیم و داریم کار میکنیم. و خب اینا هم چند تا کامپیوتر دیگه هن و یه سری اطلاعات داخلشون دارن و ما میخوایم که اطلاعات این کامپیوترهای دیگر رو ازشون بگیریم و بخونیمشون. و خب یه راه حل اینه که بیایم به تک تک این کامپیوترها متصل بشیم و خب اونا هم باید به همدیگه متصل بشن تا بتونن اطلاعات همدیگه رو بخونن. ولی خب این ایده تر تمیزی نیست که بیایم به همه کامپیوترهای دیگه وصل بشیم. به جاش یه چیزی این وسطه میذاریم و هر کدوم از ما به تنهایی به این چیزه متصل میشه. و بعد از اون دیگه نیاز نیست که ما به همه کامپیوترهای دیگه متصل باشیم. فقط کافیه که به این چیزه متصل بشیم و اون یه کامپیوتر دیگه که ما میخوایم بهش متصل بشیم هم به این چیزه متصل باشه و بعد از اون هم میتونیم از هم اطلاعات بگیریم. ما این چیزه رو بهش میگیم اینترنت. خیلی تمیز نگفتم که این چیز چیه و یعنی چی که بهش میگیم اینترنت. این خورده تمیزتر و واضح‌تر دربارش صحبت بکنیم. خب فرض کنید که ما یه سری کامپیوتر داریم که اینا به هم دیگه متصلن و هر کدوم از این کامپیوترها توی یک کشور مختلفی قرار گرفتن. این شکلی. مثلا یکیش اروپاست، یکیش آسیاست، یکیش آمریکاست و با استفاده از این کابلای فیبر نوری که زیر دریاها و اقیانوس‌ها قرار دارن به هم دیگه متصل شدن. طبق این عکسه. خیلی خوب، این ادامه بدیم. حالا فرض کنید که این ماییم و اون کافیه که فقط به یکی از این کامپیوترها متصل بشیم تا بعد از اون بتونیم به تمام کامپیوترهای دیگه که به همدیگه متصل هستن وصل بشیم. و خب فرض کنید این یه کامپیوتر دیگه باشه که اصلا معلوم نیست جاش کجاست و اونم فقط کافیه که به یکی از این کامپیوترها متصل باشه و بعد از اون ما میتونیم یه پیامو از طریق یه مسیری بین این کامپیوترها به اون فرد مورد نظرمون اون پیغامو برسونیم و اون پیغامو دریافت کنه. خب برگردیم سراغ داستان خودمون که می‌خواستیم گوگل رو باز بکنیم. خب در واقع گوگل خودش نرم افزاره که داره روی کامپیوتر گوگل اجرا میشه و اگه این کامپیوتر گوگل به اینترنت متصل باشه با توجه به توضیحاتی که قبلا دادیم میتونیم با استفاده از یه مسیری به این کامپیوتر گوگل پیام بفرستیم. ولی خب چطوری؟ خب ما میایم و مرورگرمون رو باز میکنیم و خب google.com رو مینویسیم و اینتر میزنیم و بعدش مرورگر ما میاد و یه دونه HTTP request میفرسته. HTTP request دیگه چیه؟ خب وقتی دو تا کامپیوتر به هم دیگه متصلن، برای اینکه از همدیگه اطلاعات بگیرن و حتی همدیگه رو بفهمن یه سری پروتکل بینشون وجود داره. این پروتکل‌ها در واقع یه سری مجموعه قوانین هستن که این دو تا کامپیوتر با همدیگه قرار گذاشتن که رعایتشون بکنن که در آخر بتونن حرف همدیگه رو راحت بفهمن. یکی از اونا HTTPه که مخفف هایپر ترانسفر پروتکل، پروتکل انتقال فرامتن، یه همچین چیزی. یا مثلا HTTPS که همون HTTPه، فقط یه CQ اومده آخرش که خب مشخصه که این پروتکل واسه اینه که امنیت رو بیشتر رعایت بکنه. و یه کلی پروتکل دیگه هم داریم که واسه کارهای مختلف استفاده میشن. خب برگردیم سراغ داستان خودمون که مرورگرمون می‌خواست یه دونه HTTP request بفرسته به کجا؟ به google.com منطقاً. نه، چون که کامپیوترمون این شکلیه که
google.com دیگه چیه؟ و اینجا داستانمون به پایان میرسه و اینجاست که DNS میدرخشه. ولی خب DNS چیه؟ برای اینکه توضیح بدم DNS چیه، اول باید توضیح بدم که IP چیه. و خب IP چیه؟ IP یه چیزی شبیه این 221.156.157.27 4 تا عدده و 4 تا نقطه. یا مثلا این چیزی شبیه این 1.1.1 4 تا شد یا 3 تا شد نمیدونم دقیقا، ولی خب این شکلیه 4 تا عدد و 4 تا نقطه. یه چیزیه واسه کامپیوترها مثل کد پستی یا شماره تلفن. در واقع کامپیوترها این شکلی همدیگه رو صدا میکنن. مثلا جیمز و جفری رو در نظر بگیرید. جیمز تو دنیای کامپیوترها میشه 192.168.1.100 و جفری میشه 192.168.1.101. و اگه مثلا جیمز بخواد به جفری بگه سلام، باید بگه سلام 192.168.1.101. و خب جفری هم در جواب بگه که سلام 192.168.1.100. این شکلی با هم دیگه صحبت میکنن. خیر سرشون. خب برگردیم سراغ DNS. خب ما توضیح دادیم که IP چیه؟ 221.156.157.27. خب همونجوش که قیافش هم این پیداست، خیلی نه قابل حفظ کردنه. چیزه همچین چقه یه واژه بهتر مثلا بخوام پیدا کنم یوغوره. آره یوغوره. همچین یوغوره، همچین انسانی نیست، خورده سخته، ماشینیه. و خب ما برای اینکه اینو راحت ترش بکنیم واسه خودمون و انسانی ترش بکنیم، چیزایی به وجود آوردیم مثل google.com، مثل yahoo.com، مثل instagram.com، مثل facebook.com که بهشون میگن دامین نیم. و خب این برای آدما خیلی راحت تر از مثلا 192.168 فلان بیسار ایناست. ولی این واسه کامپیوترها قابل درک نیست. کامپیوترها اینو میشناسن 221.156.157.1. این چیزیه که کامپیوترها میفهمنش و بهش میگن IP آدرس و واسه ما سخت حفظ کردنه. پس از DNS سرور استفاده میکنیم. DNS سرور میاد و دامین نیمو وصل میکنه به IP آدرس متناظرش. یعنی در واقع میاد و google.com رو وصل میکنه به 221.156.157.1. و تو این DNS سرور یه کلی از این دامین نیما پیدا میکنی که به IP متناظر به خودشون وصل شدن. و خب کامپیوتر ما به جای اینکه بیاد یه دونه HTTP ریکوست بفرسته به google.com، در شرایطی که اصلا نمیدونه google.com چیه، میاد یه دونه DNS ریکوست میفرسته به DNS سرور. بعدش میپرسه که google.com چیه و خب DNS سرور هم در جواب بهش میگه که 221.156.157.1. و از این به بعد کامپیوتر ما دیگه میدونه google.com چیه. در واقع منظورم از چیه اینه که میدونه شماره تلفنش چیه، میدونه کد پستیش چیه، یه همچین چیزی منظورمه. و خب مرورگر ما میاد و یه دونه HTTP ریکوست میفرسته و الان چون میدونه کد پستی گوگل چیه، مستقیم میفرستش به سرور گوگل، به کامپیوتر گوگل. و خب درخواستی که ارسال میکنه یه مسیری رو داخل اینترنت طی میکنه تا به کامپیوتر گوگل برسه، که این مسیری که طی میکنه واسطه از همین کابلاست زیر دریا و کامپیوترهای تو کشورهای مختلف و اینا، و در نهایت درخواست به سرور گوگل میرسه، کامپیوتر گوگل میرسه. و خب کامپیوتر گوگل هم در جواب یه سه چیزا واسه ما میفرسته. جوابایی که میفرسته شامل HTML و CSS و جاوا اسکریپت. و بعد مرورگر ما این جواب رو دریافت میکنه و به شکلی در میاره که ما بتونیم اونا رو ببینیم و نتیجهش هم میشه صفحه گوگل
جلوی ما و داستان ما به پایان میرسه. ولی خب باید بگم که من تو این داستانی که گفتم از خیلی چیزا گذر کردم، خیلی چیزا رو ساده و غیر دقیق گفتم، دقیق نگفتم که منظورم چیه و سعی کردم که خیلی ساده و روون توضیح بدم که ما وقتی میخوایم یه صفحه گوگل رو باز بکنیم چه اتفاقی میفته.